سلام دوستان گلم، چطورین؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. خب با یه سریال جدید کره‌ای در خدمتتون هستم به نام بلاد هانز که سریال قشنگی بود، ولی من توقع اکشنای بیشتری داشتم و میتونست خفن‌تر از اینا هم باشه. یه ذره به گذشته و قدیم پردازش میشد، یه ذره به این دختر پردازش میشد. مثلا یه ایرادی که میشه که ببین قشنگه، ولی من تو ایراد کم نگرفتم. چیزی که یادمه، چون من اینو کنم 2 هفته قبل دیدم و چیزی که یادمه مثلا یه جا میگن که این دختره مثلا کلی هنرهای رزمی رفته، شمشیربازی رفته، ولی چیز خاصی ازش ندیدیم. یا یه جایی از 2 چاقوکش حرفه‌ای قدیمی تعریف میکنن که مثلا هر کدوم 40-50 تا رو حریفن، اما موقع عمل چیز خاصی از اینا ندیدیم. اینا میشه ضعف، یا نباید بگین، یا وقتی میگین مثلا به نظر من صحنه‌های مبارزه و تن به تن اکشن خوبی رو باید براش در نظر بگیریم، مثلا هر کدوم 5 دقیقه 10 دقیقه نفسگیر باشه. ولی حالت کلی 8 قسمت قشنگ بود و دوست داشتم، حالا با اینکه ایرادات کم نداشت ولی بازم قشنگ بود. نمره 8.1 گرفته از 9000 نفر و مبارزه هاش هم خوب بود، بازیگرای خوبی هم داشت، ولی خب کاش یه ذره بهتر میشد در کل، ولی بازم قشنگ بود. داستان در مورد چجوری بگم، یه پسر بوکسوریه که کلا تمام بازیاشو برده، یعنی 2 نفرن که همه بازیاشونو بردن، منتها اینا این مبتدیان. تو نهایی که به هم دیگه میرسن یکیشون میزنه اون یکی رو ناکار میکنه و اونجایی که مامانش بدهکار بوده میخواد جایزه مسابقات رو بده مامانش که بدهکاریاشو صاف کنه، اما با اونی که مبارزه کرده یه نهار دعوتش میکنه و این دوتا با هم دوست میشن. و اتفاق بدی که میفته این وسط، یه سری نزولخور این وسط هستن که میان یه منطقه‌ای هست بهشون میگن که ما میدونیم بدهکارید، بهتون از بانک کمتر بهره میدیم، اما خبر ندارن که یه بندای مخفی تو اون موافقت نامه هست که باعث بدبختیشون میشه. یکیشون هم مادر این پسر است و اتفاقی که رخ میده بهش پول میدن و هفته بعد میان که ازش بگیرن. این پسر سر میرسه و یه مبارزه جانانه‌ای با اینا میکنه، ولی خب راهی بیمارستان میشه و الان کلی مامانش بدهکاره و سعی میکنه بدهی مامانش رو بده. و اتفاق دیگه که رخ میده، حالا یه جوری به معرفی میشن به یه آدم پولداری که اونم پول قرض میده، منتها این آدم نزول نمیگیره، یعنی سودی نمیگیره، پول میده که شما مشکلتو حل کنی، در وقتی داشتی بیاری بدی. و اتفاقی که رخ میده میگه که من کار ندارم، منتها باید راضی کنین از نوام که یه دختره محافظت کنید، بادیگارد داشته باشه. یه سری کارهایی میکنه که خب نیاز به محافظت و بادیگارد داره که این دوتا یه جوری میشن بادیگارد و یه سری اتفاقاتی رخ میده و با اون شرخرا یه جورایی درگیر میشن که بیشتر نمیتونم بگم، بهتره ببینید. امیدوارم ببینید و خوشتون بیاد. این سریال هم که به نتفلیکس منتشر کرده از کره جنوبی. نتفلیکس خیلی روی کره سرمایه گذاری کرده، البته دیزنی هم همین کارو کرده ولی مثل نتفلیکس موفق نبوده. البته یه سریال جدید داده که هنوز دانلودش نکردم، مووینگ، و این مووینگی یه جوری ترکونده که باعث شد آمار دیزنی یه ذره بره بالا سر اون سریال که باید بگیرم حتما ببینمش. اونم مال کره است که از دیزنی پلاس منتشر شده. همین بچه امیدوارم ببینید، لذت ببرید. نواقصی داره ولی در کل سریال قشنگی، ولی میطلبید خشنتر و اکشنتر باشه، مبارزه تن به تن خفنتری هم باز بیشتر از اینا باشه، ولی رو هم رفته من دوست داشتم و راضی بودم. امیدوارم شما هم خوشتون بیاد. لایک و سابسکرایب بچه ها فراموش نشه. خیلی ممنون، مرسی، خداحافظ.